با سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز، در خدمت شما هستیم همراه با آموزش ارزیابی سیستم پارکترونیک خودروی مرسدس بنز اتاق W211 و یا همون ای کلاس. به دوستان عزیزی که به مفاهیم دیاگ تخصصی بنز آشنایی ندارن توصیه میشه قبل از مشاهده این دوره آموزشی حتما دوره مقدماتی دیاگ بنز رو در کانال تلگرام یا یوتیوب ما دنبال کنن و ببینن. خب از منوی یونیت های دیاگ وارد سیستم PTS یا همون پارکترونیک سیستم میشیم. توی مرحله بعدی یه سری مشخصات رو برام میاره که بر اساس شکایت مشتری میگه سیستم پارکترونیک رو چک کنین، آسیب دیدگی سنسورها و جایگذاری دقیق سنسورها. با کلید F2 به جلو میریم. خب توی همین ابتدای کار یه اروری برای ما میاره. خب توی همین بخش اول به ما میگه که ارتباطی بین در یونیت مرکزی گتوی و کامپیوتر پارکترونیک برقرار نیست که میتونه به خاطر ولتاژ ساپلیتون باشه یا به خاطر کانفیگور شبکه. خب اوکی رو میزنیم بریم جلو تا ببینیم چه اتفاقی میافته. اینجا از ما خود سویچ یه بار باز و بس کنیم. توی این بخش علتهای احتمالی رو برای ما میاره. میگه کنترل مدول مورد نظرتون جزئی از این خودرو نیست یا اصلا این ماشین سیستم پارکترونیک به فرض مثال نداره. ارتباطتون با گتوی میتونه قطع شده باشه. چک پاور ساپلی، برق یونیت PTS تون رو چک کنین، شبکه داخلی رو چک کنین و ارتباط بین پارکترونیک و گتوی رو چک کنین. یا در مرحله آخر میتونه بگه که یونیت پارکترونیکتون دیفکتیو شده باشه یا مثلا به اصطلاح یونیت سوخته باشه. ببینین ما برای اینکه سیستم پارکترونیک روی ماشین نصب داریم میریم بقیه کارمون رو از طریق نرم افزار استار فایندر و نقشه‌های سیم کشی میریم جلو. توی نرم افزار استار فایندر خودروی 211 رو پیدا میکنیم. بخش استار فایندر اونلی کامپوننتمون N62 وارد میکنیم و میاد اینجا جایگذاری کامپیوتر پارکترونیک رو به ما نشون میده توی صندوق عقب سمت راننده. خب یه بخش دیگه که ما داریم وب ETM. استار فایندر ما از دو بخش تشکیل شده. یه صفحه جدید با هم باز کنیم ببینیم. یه بخش استار فایندر اونلی که جایگذاری قطعات و کامپوننت ها رو به ما نشون میده و یه بخش وب ETM. وب ETM نقشه های الکتریکی رو به ما نشون میده که خود وب ETM هم به دو بخش تقسیم میشه. قسمتی که شما میتونیم با دیاگرام پیدا کنید نقشه رو و قسمتی که میتونیم با کامپوننت ها پیدا کنیم. ما اینجا میایم کامپوننت اون رو وارد میکنیم. خب میبینید توی سمت راستی بخشی از مشخصات ماشین رو برای ما میاره، کد اتاق و ورژن و سال تولید. روی دیاگرام کلیک میکنیم تا نقشمون باز شه. خب توی این بخش ما کامپوننت N62 رو داریم که یونیت پارکترونیکمونه. یه سری نوشته ها رو این بالا داریم که قبل و بعدش فلش داره که این نوشته ها نشون میده ماشینمون این نقشه ها مال چه سالی هست. ببینید ما اینجا از تا 5/2006 رو داریم و از 6/2006 به بعدو که نمایشگر رو نشون میده به ما که سنسورهای مدل بالا و مدل پایین با هم دیگه تفاوت دارن و سیم کشی هاشون با هم دیگه و مدل سنسورها فرق داره که بسته به مدل سنسور و نوع سال تولید خودرو میتونیم نقشه مورد نظر خودمون رو پیدا کنیم. یه نمایشگر پارکترونیک جلو رو داریم برای سنسورهای جلو و یه نمایشگر تو قسمت عقب برای سنسورهای عقب. توی قسمتی که ما باش سر کار داریم 4 رشته سیمو داریم، مثبت، منفی، کن های و کن لو. 4 رشته سیمی که تو آموزش قبلی هم خدمتتون عرض کردیم که نیاز این 4 رشته سیم ما داشته باشیم تا دیاگ وارد اون قطعه بشه. ببینیم ولتاژ ما از کامپوننت N2 یا همون سم عقبمون میاد که دقیقاً کنار کامپیوتر پارکترونیکمون قرار داره.
ببینید ترمینال C که همون ترمینال ولتاژ مثبتمون میشه، سوکت A پایه C روی کامپیوتر پارکترونیک، سم عقب سوکت L7 پایه 1. سیمیه که از اینجا میاد روی ترمینال C پایه C سوکت A کامپیوتر پارکترونیکمون و میرین سوکت L7 پایه 2 میاد ترمینال C1 یعنی سوکت A پایه 10 سیم قهوه‌ای رنگ. شبکه‌مون هم که میبینین XC/7. اینم بریم داخل استار فایندر جایگذاریشو ببینیم. خب اینم کامپوننت XC7 مون، لفت ولتاژ دیستریبیوتور که شبکه ولتاژی خودروی مرسدس بنز به حساب میاد کنار پای سمت راننده بغل صندلی. توی این شبکه بنز ما یه ولتاژی بین 2 تا 5 ولت به صورت متغیر داریم، یعنی 2 تا سیم شبکتون شما با اومد بگیریم باید بین 2 تا 5 ولت برق داشته باشین توی این شبکه. خب ما حالا با بریم روی خودرو تا این 4 رشته سیممون رو با هم دیگه تست کنیم. یه سیم مثبت داریم که یه فلش هم رو به بالا داره که به سمت کامپیوتر پارکترونیک رو ترمینال C و یه سیم منفی داریم که اونم از سم عقب به سمت ببینید ترمینال C1 میره. این مثبتمون و اینم منفیمون. میریم روی ماشین. ببینید این کامپیوتر پارکترونیکمونه که توی این قسمت قرار داره و سوکتش هم وصله. برای راحتی کار این تست رو میایم با یه دونه تستر سیمکشی خیلی ساده میتونیم انجام بدیم. تستر سیمکشی ها اصولا دستگاه خیلی ساده و کاربردی هستن. این تستر ما یه برق 12 ولت به ما نشون میده، 5 ولت سیگنال منفی و یه سیم لوس داریم که سیم بیکار یا آزاد به حساب میاد، یعنی سیمی که قطع باشه رو لوس نشون میده. خب بریم برای تستش. خب اولین تست ما پایه 1 می اومد روی پایه C سوکت A برق مثبت. ببینیم ما اینو تستر سیم کشون به منفی وصله، یک سرش هم توی سوکت و برق 12 ولت، یعنی پاور ساپلی رو داریم. برق مثبت رو روی کامپیوتر پارکترونیک ما داریم. سیم بعدیمون روی سوکت A میبینیم که پایه 10 ترمینال C1 سیم منفی. میایم یه سر تستر به منفی وصله، همچنان یه سر دیگه رو میذاریم توی قسمت پایه 10 روی سوکت A و روی تستر سیم کشی منفی GND مخفف کلمه گرانت. اینم از منفیمون. خب ببینید کنه های و کنه لومون پایه 5 و 6 سوکت A. ببینید روی پایه 5 گذاشتیم، ببینید اینجا داره لوس نشون میده، یعنی این سیم الان هیچ کاربردی نداره، قطع از سمت شبکه ماشین. خب ببینید این کامپیوتر پارکترونیک ما الان پایه 5 و 6 جفتش تستر سیم کشی داره لوس نشون میده، یعنی سیممون از سمت شبکه قطع. شبکه ما شبکه ولتاژیه که قسمت سمت راننده قرار داشت. جایگذاریش هم با هم دیگه ببینیم توی کدوم قسمت بود. خب بریم یه کویک تست از ماشین گرفتیم، این کویک تست رو با هم دیگه ببینیم و یه ایراد دیگه این ماشین داره برطرف کنیم تا برگردیم سر ایراد خودمون. بریم کویک تستمون. ببینید زمانی که شما کویک تست میگیرین توی این قسمت actual configuration of interior canvas شبکه داخلی ماشینم برای شما بین تست یونیت ها میاره. ببینید من اینجا یه دونه خطا با F بزرگ دارم که آموزش‌های قبلی رو ببینید توضیح دادیم توی اون آموزش‌ها که F بزرگ به معنی خطای کارنت، خطای در جریان، یعنی ایرادی که الان داخل ماشین هست. وارد یونیت میشیم تا ABOB کنیم و ببینیم مربوط به خطایی که ما داریم هست یا نه. در حال خوندن کدهای خطا
خب ما وارد قسمت کن کانفیگوریشن شدیم. ببینید تمام یونیت های ماشین ما توی این قسمت داریم. یونیت هایی که روی این خودروی اتاق 211 نصب میشن. ببینید یه سری یونیت هایی داریم اینجا که اینا پرزنتن، یعنی روی ماشین اکتیون الان. و اینجا که ببینید یه سری گزینه داریم، یونیت هایی که الان بدون مشکل در حال کار کردنن. ببینید یه سری یونیت ها مثل MSS ببینید نات پرزنت هستن، روی ماشین اکتیو نیست، نصب نشده، حتی فعال هم نیست، کارم نمیکنه. ولی بریم توی PTS پارک ترانیک سیستم مد نظر خودمون، ببینید یونیت پرزنت روی ماشین. ببین کن کانفیگوریشن کارنتش نات پرزنته، یعنی این یونیت روی ماشین نصب شده ولی در حال حاضر شبکش با یکی از یونیت مرتبطش قطعه. اینجا میاد یونیتی که باعث قطع شدن ارتباط بینشون شده رو برای شما میزنه LCP Lower Control Panel. بریم روی ماشین با هم دیگه چک کنیم ببینیم ایرادش چیه. خب من اومدم این قسمت رو باز کردم. ببینین هیچ سوکتی اینجا وجود نداره که توی لوور کنترل پنلمون بخواد کامپیوتر پارک ما رو، سیستم پارک رو اکتیو دی اکتیو کنه. حالا یا کنسول باز شده، سوکت زیر مونده، یا واسه سیم کشیش قبلا مشکلی به وجود اومده بود. خیلی راحت هم میتونین با پیدا کردن نقشه این کلید لوور کنترل پنل رو راه اندازی کنین، کلید پارکش رو. ما برای وصل کردن لوور کنترل پنلمون هم ببینید بازم به استار فایندر نیاز پیدا میکنیم. ببینید کامپوننت لوور کنترل پنل ما میشه N72. ببینید توی بعضی از این کامپوننت ما اینجا یه گزینه ساب کامپوننت داریم که کامپوننت مرکزی رو بهمون نشون میده. حالا بخوام اگه اینو خوردش کنیم و بریم بقیه قطعاتش ببینیم، مثلا N72S9 ببینید میاد دقیقاً خود این کلید نشون میده. ببینید N72S9 DTR سویچ دیسترونیک برای ماشینه که این آپشن رو دارن. ببینید N72S13 PTS آف سویچ روشن خاموش کردن سیستم پارک ترونیک. خب پس این کامپوننت ما شد N72. میایم توی وب ETM، توی بخش دوم که ما باش سر کار داریم search for a diagram by component name، یعنی سرچ کردن نقشه‌های برقیمون با شماره کامپوننتمون. ببینید اینجا کامپوننتمون N72 بوده. میایم اینجا 72 یه اینتر میزنیم. خب ببینید اینجا یه چند تا نقشه برام آورده، کامپوننت مرکزیمون آورد و بقیه کامپوننت های متفرق یعنی ساب کامپوننت آورد و با بقیه شون. ما میایم روی همین N72 روی دیاگرامش کلیک کنیم. خب نقشه ما باز شد. ببینید برای اینکه لوور کنترل پنل شما کار کنه، تو مدار باشه، تو شبکه باشه، تو اینتریور کنتون هیچ خطایی ازش نداشته باشین، ببینید بازم طبق معمول بقیه یونیت شما یه برق 12 ولت نیاز دارین، یه منفی نیاز دارین و یه شبکه. برقتون ببینید از جعبه فیوز F34 میاد که اگه اشتباه نکنم F34 میشه جعبه فیوز بغل در سمت راننده. ببین F34 ببینید F34 اینجا شماره فیوز هم برای ما زده، فیوز 5 آمپر شماره 39. یه منفی هم داریم که از ببینید اینجا W15 دورم الان من بزنم دقیقا جایگذاری منفیش هم به من نشون میده. بریم تست کنیم براتون. W15/2 ببینید منفیش هم دقیقا زیر پدال گاز و ترمز توی این قسمت وصل میشه. نرم افزار استار فایندر یه نرم افزار خیلی راحت و کاربردیه که خیلی راحت میتونید نقشه برقی ازش در بیارین و کاراتون رو انجام بدین. خب این شد از تیم مثبت منفیمون که نیاز داریم برای لوور کنترل پنل.
و شبکمون. ببینید شبکمون دقیقاً XC/7 دقیقاً از همون شبکه کامپیوتر پارکمون عبور میکنه. دقیقاً همون جایی که کامپیوتر پارکترونیکمون شبکمون رو از همینجا میگرفت. حالا ما میایم برای اینکه لوور کنترل پنلمون راه بیفته این 4 تا رشته سیمو میکشیم، سوکتش رو وصل میکنیم تا بریم جلو و با هم دیگه بقیه بیابیشو انجام بدیم. خب ما اومدیم طبق نقشه‌ای که با هم دیگه چک کردیم تو استار، یه سوکت زدیم، سیم کشی لوور کنترل پنلمون رو نصب کردیم. بریم رو دیگه با هم چکش کنیم. خب این لوور کنترل پنل یا همون LCP. خب ببینین لوور کنترل پنل الان اومد بالا داخل ماشین، دیاگ هم واردش شد. تو فالت کد میریم، هیچ خطایی نداریم. یه ایونت مموری هم اینجا داریم که توی آموزش اولیه دیاگ بنز توضیح دادیم براتون چیه. توی ایونت مموری ما یه خطای کارنت استور داریم، faulting can communication with control unit and 62. میگه ارتباط بین یونیت پارکترونیکمون با لوور کنترل پنل قطع شده. ببینید اینو ما تو ایونت مموری داریم، یعنی شما باید این ایراد رو از داخل یونیت پارکترونیکتون پیگیری کنین و ایرادش رو برطرف کنین. لوور کنترل پنلمون هیچ مشکلی نداره. الان داخل پارامتر بریم یه تست هم از کلیدش بگیریم. خب اینا که میبینید الان کلیدش داره کامل کار میکنه زمانی که ما میزنیم کلید پارکو. خب ببینید تا اینجای کار ABOB ما انجام شده. بریم بقیه موارد هم با هم دیگه انجام بدیم. خب ما اومدیم با یه اومد ولتاژ پایه 56 سوکت پارکترونیک کنه بگیریم. سوکت که میبینیم هیچ ولتاژی اینجا نداریم. توی این ماشین ما این کمباس ایراد داشته، کمباس رو عوض کردیم، یه دونه از ترمینالمون قطع شده بود. اومدیم کامپیوتر پارکترونیک رو وصل کردیم. حالا با دیاگ هتل مین وارد سیستم پارکترونیک میشیم. ببینید خیلی راحت ABOB شد، ایراد برطرف شد و دیاگ وارد کامپیوتر پارکترونیک شد. این یکی از مزیت‌های بزرگ دستگاه استاره که به قدر این ویندوز کامله شما میتونید تمام ABOB ها رو خیلی راحت با این دستگاه انجام بدین. خیلی ممنون از همراهیتون و امیدوارم مطالب رو لایک کنین و به اشتراک بذارید.